ای نفیس قرمز سمبل پرسپولیس واسه همه عتیق ای نفیس قرمز سمبل پرسپولیس واسه همه عتیق ای نفیس قرمز سمبل پرسپولیس. آمد نیک این پاس رو خیلی خوب میده مقطع بادامکی تک به تک با دروازه‌بان و گل دوم برای تیم پرسپولیس توسط حسین بادامکی زده میشه. بلند به روی دروازه یه ضربه سر تیر دروازه و توی دروازه گل چهارم. روی دروازه آفسایدی در کار نیست. نیکبخت در از فرصت برای گل دوم و توی دروازه. آی عاشقای پاپتی هر کی تونست که قبلمون بمونه. کریم باقری پاس تک عالی میندازه. حسین کعبی حرکت کرده تک به تک با دروازه‌بان رو جا میذاره و توی دروازه قرار میده. یه گل قشنگ از حسین کعبی حساب کار رو 1-0 میکنه. پرسپولیس چشم و چراغ ایران زنده باشین به شادی ای دلیران. پرسپولیس چشم و چراغ ایران زنده باشین به شادی ای دلیران. کیس رضایی میبره به سمت چپ فرصت برای گل سوم پرسپولیس توی دروازه. موقعیت تبدیل به گل بشه باید بگیم که گل قشنگه که این اتفاق هم میفته. واقعا کار گروهی پیروزی در این صحنه فوق‌العاده بود. دست تو دست هم میدن مردونه یا علی میگن. کیس رضایی به روی دروازه یه ضربه سست توی دروازه. واحد نوری ارسان شیس توی دروازه سانتر عالی پشتبان نوری خودش یه گل میاد. یه ضربه بلند واقعا در نیکبخت یک ضربه سر و توی دروازه گل برای پرسپولیس. زنده باشیم به شادی ای دلیران. پرسپولیس چشم و چراغ ایران زنده باشیم به شادی ای دلیران. پرسپولیس چشم و چراغ ایران زنده باشیم به شادی ای دلیران. واسه همه عتیق ای نفیس قرمز سمبل پرسپولیس